همین ما پریمخ کار میکنیم و سر پس کنیم کار میکنیم یادم خیش توار داریم مخصوص نرم جعفر اونجا ما را میگن که کسب شما حرام است التماس میکنیم همین سوالا با خورگی جواب میدیم پریمخ بر میشو برادر کسب سرتراش اگر حرام باشد ما هم رفتن ما منع است. کسب سرتراشی اصلا حلال است. کدام کاراش حرام است؟ ریش تراشیدن حرام است. انا نیمی موی تراشیده نیمش باقی ماندن حرام است. همین کارهای حرامش نکنید شد اونجا شما نوشته ماند نه سر پس کنی میگوید آنکو موی پس کنی فلان پول مثلا یعنی یک کارهای حلال فقط نرخاش نوشته ماند و ریش تراشی نیست یعنی در وی من هنری مننده نیست ریش تراشی یا پال باکس کردن یعنی نیمی موی تراشته نیمی موی ماندن خیلی هنرهای نمیتونم من این کاری من فقط همین گفت این کارهای حلالش کنید حرامش نکنید یعنی خیلی چوبه کسبی سرتراشی پر رو حرام نیست این خیلی تو فتوا داده نمیشه ما مسکو با کار میکنیم برادر بر بشو مسکو دا کار میکنیم پریمخ مسکو کار کنید با وهان قانون نقص‌تر میفهمد هم چیزی نوشته ماندگیه میگوید که فقط همین فونکسیون ها اجرا میشد دیگراش در دستی مونه دیگه دکان رو بعد یا دکانی حلال نوشته مونید یعنی فقط نمازخانه دیندار بیاید هست در بین کافرای هم شخصایی که مثلا کلاسی چیز که مو پس میکند یعنی یگان جنی غنی کارا نمیکند مو پس کردن غیر مسلمان باشد او ماده هاشو نکنید ماده های به خلاف شریعت باشد ماشو نکنید گویا که اینش عدس هم نمیبیاد